با استاد خیرالدین بازار زنگ بزنیم با استاد میگردیم میگیم که ما خود معرفی نمیکنم میگم که اکاجان من یک مخلص شما هستم و شرایطم سیستم میتونه که مرا دستگیری کنین توی دارم همین خیلی مقصد 1200 سامان دارم همین 1200 سامان دبل زکاس کردنم اینه که میخوام شما بیاین توی مرا آباد کنین که پدری ما مخلص شما بود همین خیلی گپ میگرده میگیمش کو میبینه مخلصاش دستگیری میکنه یا نه دوستی عزیز برنامه ریال تو آخر تماشا کنین درک نداره استاد از زنگش میزنه کو میبینیم آدم خاکسار هست یا نیست و یک چیز دیگه رو گفتنم دوستی عزیز و کسانی که رکلام در کنه خو فابلی خو اتمی خو تاکسی گرانیت میگذشتگی خو اویاکسو خو یگان اینترنت مغازه نو شده میشه 50% تخفیف سر دادیم در رکلامای خودمون دلیلش که ما مراجعت کنه رکلامای آدمای کانکریت میگن رکلامای کارهای حلال مراجعت کنین خودم جوابتون میدم رکلام را آماده میکنیم برنامه تا آخر تماشا کنیم اینا دوست عزیز فوتوگراف لطفا کمی پیش بیون اوضاع شده بعد الو السلام علیکم و علیکم السلام اکا جان چه شما ناز خوب رحمت ساز سلامتی خوب اکا جان شما بسر شما ساز اینجا رحمت اکا جان رحمت کارکو خوب کارکو خوب اکا جان رحمت خداوند ای سلامت باشین اکا جان ما یک مخلصی اشدی شما که هم گودکی نه تنها ما پدری من مخلص شما اکا جان یک جهان تشکر نه اکا جان همین اکای خیرالدین بزرگ همین باور که دیسکو دورهایی که دیسک به داده ما دیسکو شما میورده خونه ما گوش میکردیم سرودای شما تماشا میکردیم کلیپتون نه همون کس دیسکو تا نمیگم ده میوردیم سلامت باشین اکا جان همین توی دارم اکا جان مبارک شود در جان هزار رحمت راستی گپ اکا شرایطم سست نه ویرسی اومدیم همین یاد سنبت خونه را ریمون کردیم ایست زدیم همین سومم کمتره که باید دبل بیاریم نه که من خواستم که یک بار گفتم شما را کو بگم همین شما یکی همین 1200 سوم دبل انتم همین شما 1200 سوم دا میتونیم بیان توی ما را 3 ساعت نه همین نیم ساعت بخونن موجود جهانی همین هفتختر اگه گلبته اینم گلبته همین شهری دشنبه ده اکا جان همین 1200 سوم هم میگم دبل انتم همین شما را بتم شما بیان توی آباد کنین که گفتم یه بار گفتم پروس اکو اگر که خوب بگیم ما دیگه نمیدونم ما چه خسر میشم شما پدر مادر داری هست پدر مادر خدا را شکر هست پدر خودگره یا خونشین پدرم خونشینم پیر سیرگی همونجه پدر رسی آمدی فوقدر که توی میکنی بومه من توی میکنم میستم دیگه کم خدمت پدر مادر من خواستم همین 1200 سوم دا شما همین دبل پبل انتم گفتم که شما دستگیری میکنین نمیکنین مخلصاتون که ما پدرم درج شما را بسیار تماشا میکنه بگم برای مخلصیت یک جان تشکر چی نام داری؟ نام من عبدالله جان مبارک شم خلصندی نظر خدا در پاکیه خدا کلمتیه غم نسیت در جان وقتی که این سخن کردی که من شرایط ندارم چین همون دبل فلانده دادن شما را گم همین میگم بسیار طلب نکن بس هم دار شدی قبول من میرم خدمت هم میکنم خدا جان شما 1200 سوم دا میایین توی آباد میکنه با تمام سند و نیم ساعت 40 روز دیگه نه من 3 ساعت ادوشو میخونم یه در نام بزرگ جانم اکا جان ما پروست شما را سنجیدم ما جانی بگم ما اماکی جان عذر زیاد ما عذر زیاد پیش گفتم در گفت رسم ما برنامه بود شما وجه روزی شدین که ما باور که همین خلک شما بدن توی آباد کردیم ما جان رژیسور من هنرمند تئاتر رسم ممکن من را بشناسین اماکی جان شما اینا ما توی دور تا قریب مسئله کردیم بچه‌ها رو گفتم شورای توی رو گفتم طرف کلخوزآباد بچه‌ها رو گفتم یک خدمت چیزای اما روزی بیان کرده در نام بزرگ جان در نام بزرگ جانم اماکی جان ما پروس خواستم کامنتر را مخلصای شما بسیار من برنامه میکنم رولینگ پولینگ میکنم با آخری برنامه دا میگم باز با کدام هنرمند زنگ زدم چندین نفر نام شما را گرفتن استاد جان خواستن شما را بسنجیم نه که شما استاد پرواش نکنید همون پلک یاز همون بچه را شما گفتن دستگیری میکنیم ما شما در همون چیزا توفا ایس یک نوع پرابلم نیست همون 1200 سوم نه که شما موزیک بدن تو نشون دادین که شما مردمی کمبغل دستگیری میکنید هستین نظر خود در پاسیه اخی برای آدمایی که بسیار طلب میکنن و یک
خیلی به قدرت شما میرسم برای شکر کردن در نام بزرگ جان ممکی جان شما کو من شما را دیگه که گپ ندارم بده اینا خیلی حافظه هست که ندیدین کم مردمی که شرایط ندارن دستگیری میکنن ما همین دلوباج همین اهل هنر قدی بشینم استاد میگم مازی در ثبت برنامه اینا مردم هم بفهمن ما همین افعال خدمت دارم که هنرمنده که خاکسار باشه تاجی سر میگردم دستگیریش میکنم کلیپاشا بسوم دستگیری میکنم ارنجیروف که موزیکاش هم میکنم دارم بای خیلی چیزا استاد شما هم دیگه همه روز ایسای نمی رقمای من سخنرانی کنه چی سرود کردنی میشن ارنجیروف که کلیپ کردن میشه برای کلیپ اکتریس در کو برای کلیپ ایسا بیم این هم قدر چیز ایسا میاد استاد جان در نام بزرگ جانم خداوند نگهبان باشه استاد واتساپ دبر کارت تا چی کمده خدا نگهبان هزار رحمت باشین دوستای عزیز در صفحه پادپیست کنین لایک گذارین باز در کامنتر نویسید کدام هنرمنده ما در برنامه بسندیم سلامت باشین هزار رحمت برای دستگیریتون